درود به همگی دوستان عزیزیم، گیم هستم. خوش اومدیم به ویدیو جدیدمون. بچه‌ها تو سیزن جدید چه گانی به بازی اضافه شده، میخوایم بریم با هم اونو بررسی کنیم و ببینیم چه جوری میتونیم بگیریمش و یه گیم پلی باش بریم و بدون تلف کردن وقت بزن بریم. بچه‌ها برای گرفتن گان بعد بریم تو بتل پس، تو تایر 21 میتونیم گانو بگیریم. و قبل از اینکه بچه بریم برای گیم پلی، واقعا ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین. بچه هر مبحثی در مورد کال آف دیوتی باشه رو میذارم، هر جایزه ای باشه، هر بخش جدیدی باشه و به امید خدا بازی دیگه در ویدیوهای بعد براتون میذارم همه رو. فقط بچه کانال رو سابسکرایب کنین. خیلی ممنون که این کارو میکنین. دمت گرم. بزن بریم. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow. خب بچه بازم میگم کانال رو سابسکرایب کنین. و بچه اینم بگم و دیگه چیز دیگه نمون. بچه یه ویدیوی دیگه هم همین امشب میذارم، اونم حتما بریم ببینین و اگه اونم لایک کنین دیگه خیلی عالی میشه و دمتون گرم. دیگه حرفی نمیمونه، بریم سراغ بازی و دیگه چیزی نگم. دیگه تیرش تموم شد. منم تا الان 10 تایی باید زده باشم. 15 تا. اوکی. میگم وحشتناک زود تیر تموم میکنه.
حالش بد شد اصلا. تمام بردیم و بله نفر اول بچه بردیم و با امید برد برای شما و با امید اول شدن برای شما خیلی ممنون میشم که کانال رو ساب کنین، ویدیوهای بعدیمون هم ببینین، این ویدیو رو هم لایک کنین. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.